خب هلو گایز، امیدوارم امروز ساین لحظه روزی سرشار از حال خوب، زندگی زیبا و پول، کش مانی، دلار و شوخ طلا هستن. هر چیزی که پول توش شما بگو پشکل، ولی پول توش بشه داشته باشید. امروزتون بهتر از دیروز و فرداتونم بهتر از امروز بشه. اومدیم با یه خبر بد. حالا چرا من میگم خبر بد؟ یعنی دقت کنین، من حتی دوربینم هم نکاشتم، با بفکم هم دارم ویدیو میگیرم. یه اتفاق خیلی بدی افتاد که حالا شخصا خود منو خیلی ناراحت و عصبی کرد. و خب اون اتفاق هم چیزی نبود جز این که ویندوز من پرید و بدیه اسستی همینه. و تیلان چرا منم روی اسستی بود و نمیدونم، اصلا 24 ساعت درگیریم برای اینکه بتونیم برش گردونیم، برای اینکه بتونیم یه کاری بکنیم، ولی خب نشد. دیشب هم استریم یه در حد 20 دقیقه نیم ساعتی لایف شدیم، ولی خب انقدر من عصبی و ناراحت بودم که نتونستم ادامهش بدم. خب استریمو قطع کردم. ولی خب بنا اینطوری شد که دیگه مپ جدید شروع نمی‌کنیم. من یه مپ شروع میکنم با همون اسم، یعنی بیگ دارک. و توی حالا یه مدت زمانی، یعنی اولین ویدیویی که شما ازش میبینید اینه که ما همه اون امکاناتی که توی مپ قبلیمون، مثل فارم چوبمون، مثل فارم شوگرکینمون، مثل فارمای دیگه‌مون، مثل تریدینگ هالمون، فارم آهنمون، ویلیجر بریدرمون، همش مثل همه رو درست میکنیم و بعد شروع میکنیم ویدیو گذاشتن. این پروسه ذره زمان بره، ولی خب یه خبر خوبم میتونم بهتون بدم که ما یه سری کانتنت جدید آوردیم و واردش کردیم که حالا توی گیم های دیگه، همچنین ماینکرافت، یه سری کارهای جدید داریم میکنیم. فقط اومدم این خبر رو بهتون بدم. یه سری تیکا از مپ قبلی دارم تا یه جایی و اونا هم بعد از حالا این صحبت ها میذارم براتون. پس یه ذره منتظر باشید. این اتفاق افتاده و خب دیگه کاریش هم نمیشه کرد. من خیلی خودم به شخص ناراحتم، ولی خب راه دیگه این نداریم. پس یه کوچولو منتظر باشید، یه کوچولو زمان بدید. ما برمیگردیم با یه مپ با همون امکانات، یعنی دراگون کشته شده باشه، الایترا داشته باشیم و مقداری شالکر داشته باشیم و همه چیز اوکی میکنم. بعد شروع میکنم از اون مپ ویدیو گذاشتن، چون این دفعه دومیه که این چند وقته داره این اتفاق میفته و مپ ما واقعا حیفه. ما تازه داشتیم به خواستهامون میرسیدیم. بریم هم دیگه اون تیکای ویدیو رو ببینیم و بعدش دیگه ویدیو تموم میشه و منتظر باشید که من یه حرکتایی بزنم. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. عزیزم سلام، امیدوارم امروز ساین لحظه روزی سرشار از حال خوب، زندگی زیبا و پول، کش مانی، دلار و شلوغ طلا هستن. هر چیزی که پول توشه شما بگو پشکل، ولی پول توش بشه داشته باشید و امروزتون بهتر از دیروز و فرداتونم بهتر از امروز باشه. و امروز بالاخره وقتش رسیده که یک قدم بزرگ، یک قدم به شدت بزرگ برای اون رویایی که برای این هاردکور داشتیم داریم. و اون قدم چیزی نیست جز ساختن یک فارم اتومات درخت یا همون چوب. حالا داستانش چیه؟ داستانش اینه که ما وسایلش اینجا داریم. خیلی فارم عجیب غریبیه که من خودم باید در روی هم لایتماتیکاش هم ویدیوش بشینم نگاه کنم، دونه دونه بسازم، چون من زیاد خوشم نمیاد لایتماتیکا استفاده کنم توی بیلدایی که دارم میکنم. ولی خب توی مپ دیگه هم باید نگاه کنم، دونه دونه روش بسازم. برای همین فقط ریپلی مود میگیرم براتون، ولی بدونید این یه قدم بزرگه برای رسیدن به اون هدفی که ازش صحبت میکردیم و خیلی زود دیگه میریم سراغ اون هدفمون. پس بدون معطلی بریم سراغشو بتره کنیم. لیتس گو آتیشا. و همونطوری که پشت سر من میبینید این فارم ما هم تکمیل شد و من زیاد ریپلی ازش نگرفتم چون خیلی پاره شدم، جر خوردم، بهم تجاوز شده. و همونطور که میبینید اینو میزنیم اینجا، این دوتا کار میکنه. همین که اون TNT بالا رو فعال میکنه، نکنید تو تایمر TNT دوپر TNT میندازه پایین. همین که از اینجا اون میلایی که قرار داده بودیم و میگیره و میندازه کجا الان میاد. ما این در باید بیم تو، اینو ببند. بز برم. نکن از اینجا داره اون بوم میلا رو میده بیرون. حالا ما کاری که میکنیم اینا رو برمیداریم. من کلی فارم کردم و اصلا نگم براتون، نشونتونم میدم چقدر من فارم. ما اینو میگیریم، این کلیک رو نگر میدونیم. F3 و T اوتو کلیکر مجاز خود بازی که چیت هم حتم زده باشیم میزنیم و میریم تو مدار زندگیمون. این از همین طرف میتونیم داره. بعد از پایین حالا این سپلینگ ها میاد میفته. اگر
دست شما پر باشه میره تو اینجا ذخیره میشه، اگر دست شما پر نباشه میره تو دست و شما دیگه نیازی نیست اصلا کار کنی، همین می‌ذاری برای خودت ابد فارم میکنه تا زمانی که میلش همون بشه. و یه فرم بومیل هم فکر کنم افتادیم باید براش بزدین دیگه، هی بخوام بریم بومیل بکنیم بیاریم مثل اینجا پدر آدمو در میارم. من خیلی هم فارم کردم. باشه بذار اینو خاموش کنم بومیلامون هدر نره. آره اینا میکشه این ور، اون بالا هم تی ان تی رو خاموش میکنه. داستانش اینه که اونجا درخت رشد میکنه، درخت میاد جلو از اینجا میزنه بیرون، تی ان تی هم بالا میفته میتره که اینجا درخت میشکنه، بعد درخت میاره و توسط این آب میاره میندازه اینجا، این آب هولش میده میاد تو این هاپرا و از این هاپرا میاد اینجا که دیگه محل جمع‌آوری اون بالا یا بالا نمیشه چون بالاش سنگه و این پایینیا سیبم من خودم انداختم بیاد، دستم بود بالا انداختم که بیاد این طرف و میشه این حجم از درختی که شما میبینید. ببینید چه درختایی من اینجا فارم کردم، حتی جانگل، حتی امتحان کردم این درختای مرداب توش در نعمت که خونه نیاز به جا داره، همچنین سپلینگ این صورتی های جذابم گذاشتم توش در نیامد، سپلینگ اینا هم گذاشتم در نیامد چون یه ذره ترافرم چه کلمه ای، ولی ترافرم اینجا به کار نمیره چون از حالت عادی یه ذره متفاوت تر اینا حالا رشد میکنن دیگه، نمیشه ازشون اونجا استفاده کرد چون حالا برای اون فارم ساخته نشده. شاید یه فارم دیگه در آینده برای اونا بسازیم چون اون درخت‌ها هم ما نیاز داریم. همین فارمو میشه برای درختای ندرم ساخت، حالا به جای اون چیز پایین درت پایین میتونیم از چیز دیگه استفاده کنیم که این چیزای همون حالت سنگایی که روش حالت قرمزی گرفت اسمش یادم نمیاد که توی خود ندر هست، میتونیم اونها استفاده کنیم و راحت به دست بیاریم. فارم اونم این چند وقته خیلی کار کرده دیگه، پس اومدم اینجا و من رفتم وسیله بردم خیلی فارم اون کار کرده و خوب بوده. الان وقت اینه که بعد از اون حالا جذابیتی که داشت ساختن اون فارمو دیدیم چطوری کار میکنه، نوبت اینه که یه طبقه دیگه به این تریدینگ حال جذابمون اضافه کنیم چون ما نیاز شدید به امرالد داریم و من یه جاهایی که کم می آوردم دیگه مثلا پامکین و اینا نداشتم برای فروختن. بیاد ببینید چیکار کردم. کارو بگیرید عشق کنید خدا وکیلی، دست خوش بهم بگید. دیگه آوردم یه دو سه تا از اینا کوندم اینجا، به اینا شغل دادم، همین دور اطرافم هستن میبینمشون. به اینا می اومدم استیک میفروختم دیگه، اونا یکیشون اون بالاست، استیک میفروختم و امرالد به دست می آوردم و اینا. همون مثلا استیک فروختم امرالد گرفتم ازشو و یه ذره اینجوریه داستان دیگه. و این بوده این فارممون. حالا نوبت اینه که بریم ما هم دیگه این تریدینگ حال جذابمون رو یه طبقه بهش اضافه کنیم و یه طبقه ببریمش بالاتر، ببینیم من این سری چیا براش انتخاب کردم اصلا نگم برای فعلا علل حساب باید با فایرورک بریم بالا و اینجا ره. خب ما در درجه اول از صورتی فعلا نباید استفاده کنیم، از این دارکوکا استفاده میکنیم به جای شیشه هایی که استفاده کرده بودیم 3 و 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 دوباره 1 2 3 4 1 2 3 4. خب بیایم جلوتر یه 4 تا دیگه هم اینجا بزنیم. 4 تا شد دیگه، 3 تا زدم، الان میرم روی یکی رونم میزنم و مثل همیشه دیگه بریم فعلا داریم با سرعت و پرقدرت با ریپلی مود میریم جلو. چرا؟ چون من دوست دارم زودتر به اون مرحله جذابی که تو ذهنمه برسیم و اون مرحله اصلا دیوونتون میکنه نگم براتون دیگه. اونو شروع کنیم پشمای همه کامیونیتی میریزه، یعنی که من تو ذهنمه اگر بتونم درش بیارم به امید خداوند بزرگ و منان که انشالله ما در میاریم و کارو بگیر میکنیم نگم براتون، انشالله دیگه درش میاریم و واقعا یه کار خفن، یه چیز عجیب غریبی که میتونم بگم واقعا تا حالا از هیچ یوتیوبر ایرانی من اینو ندیدم و توی کامیونیتی اصلا خارجی هم خیلی طرف باید حوصله داشته باشه که این کارو بکنه. من زیاد ندیدم با همچین حوصله‌ای کسی وجود داشته باشه، ولی خب دیگه داداشتون کارو میخواد در بیاره. من دیگه رد دادم و باید اینو بسازمش بدمش تو کار نگم براتون. 4 تا شد دیگه، حالا من دارم حرف میزنم یادم میره اینا چند تاست. بعد اصلا این چیز عجیب غریبی این فارم چوبم برای همین ساختم، من اصلا اونطوری که
فکر کنید و باید و شاید اصلا نیازمون نبوده و نخواهد شد این حجم از چوبی که میتونه این فارم تولید کنه. و اکثرا حالا قدیما یوتیوبرهای حالا قدیمی که من برای همشون احترام قائلم، چیزی که ازشون میدیدیم این بود که اون بومیلم باید خودت میگرفتی دستی میزدی، ولی خب نه دیگه، اینجا خودش خود به خود میزنه به اون سپلینگ و بزرگش میکنه. از اینجا هم فارممون معلوم نیست، ولی اون دوتا فارممون از اینجا معلومه. شاید توی این ویدیو یه فارم دیگه هم ساختیم اگر اینو بتونم زود تمامش کنم. مثل همیشه تا اینجا دیدید، از اینجا به بعدشو بریم رو ریپلی مودو با هم دیگه اشغال کنیم. لیتس گو آتیشا. میبینید یه پارت سنگین تموم شد و ما هم تونستیم این فارم جزایمون رو بسازیم. کلی هم توش AFK کردم، یعنی یه زمان طولانی یا من اینجا AFK بودم و همونطور که میبینید دستاورد خوبی داشتیم و خب خیلی کارمون رو جلو میندازه. این یه مورد بعدی هم این که طبقه دوم این تریدینگ هالمون تموم شد. خیلی خوشگل شد، من خیلی خوشم میاد و هر طبقهش یه دیزاین دیگه، هر طبقهش یه جور میریم بالا. حالا بر اساس پلتفرم حالت 6 ضلعی طوری که داره بریم تو. این طبقه اول بود که پارتای خیلی قبلتر رو هم دیگه ساختیم، طبقه دوممون، و این هم طبقه سوممون که ویلیجراش هم آوردیم دیگه با خیال راحت. با همشون هم من ترید کردم که استیکو نگه دارم، یعنی فقط استیک باشه، بتونیم فقط ما استیک به اینا بفروشیم و اینجوری خیلی خوب میشه دیگه. راه در آوردن امرالدمون خیلی راحت تر میشه و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. امیدوارم امروزتون بهتر از دیروز و فرداتونم بهتر از امروز باشه. پیش سوی هدف بزرگمون یعنی 1000 تا شدن که تو این راه لایک، کامنت، شیر و سابسکرایب شما خیلی به من کمک میکنه و دم اون کسایی که این کمک ها من دریغ نمیکنن گرم. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود آتیشا. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes.